محترم الحاج ملا محمدی ساسانی وزیر فواید عامه از جریان کار اعمار بخش 32 کیلومتر سرک لین دوم شهرهای کابل جلال آباد به ادامه سرک کانکریتی از طرف ولایت کابل، کرش پلانت و لابراتوار این بخش شهرها در حال بازدید نمود که تیم تکنیکی این وزارت و رئیس شرکت یونیورسال وی را همراهی می نمود. در جریان این دیدار وزیر فواید عامه در مورد سرعت بخشیدن کار، کیفیت بهتر، سروی و دیزاین بخش های باقی مانده این سرک و ایجاد سهولت های بیشتر برای هموطنان عزیز به تیم های تطبیق کننده و مسئولین شرکت قراردادی هدایت لازم داد و همچنان به رئیس شرکت یونیورسال هدایت داد تا به منظور سرعت بخشیدن کار این سرک در کنار کرش پلانت فعلی یک کرش پلانت دیگر نیز نصب و فعال نماید. سرک لین دوم کابل جلال آباد بالخصوص بخش متذکره که از طرف ولایت کابل به ادامه سرک کانکریتی قبلی به طول 32 کیلومتر امتداد دارد، نسبت به دیگر شهرهای هموار کشور از مناطق مرتفع کوهستانی عبور می نماید و دارای پستی و بلندی زیادی می باشد. به همین دلیل کتنگ تپه ها و کوه ها و پر کردن و هموارکاری این مسیر نیاز به وقت بیشتری دارد. وزیر محترم فواید عامه به مسئولین شرکت قراردادی هدایت داد تا در ساحه ماشینری خویش را افزایش داده تا روند کار این شهرها به تأخیر روبرو نشود. سرک لین دوم شهرهای کابل جلال آباد حدود 147 کیلومتر طول دارد که از این میان 65 کیلومتر آن قبلا از طرف ولایت کابل و ننگرهار به شکل کانکریتی اعمار گردید و کار اعمار 83 کیلومتر متبقی آن به 3 بخش مختلف تقسیم شده است که بخش اول آن 22 کیلومتر طول دارد و بخش دوم آن از طرف ولایت کابل به ادامه سرک کانکریتی قبلی 32 کیلومتر طول دارد و کار اعمار این بخش‌ها با سکتور خصوصی قرارداد شده و اکنون به سرعت جریان دارد. قابل یادآوری است وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان با در نظر داشت اهمیت اقتصادی و ترانزیتی این شهرها و به منظور حل مشکلات ترانسپورتی هموطنان و کاهش ازدحام ترافیکی در سرک فعلی شهرهای کابل جلال آباد کار بازسازی اساسی لین دوم شهرها را آغاز نموده است که با تکمیل شدن آن مشکلات هموطنان عزیز و تاجران محترم حل خواهد شد.